خب ببینید، اعلام حمایت و همبستگی جمهوری اسلامی ایران از ونزوئلا یک موضع اصولی مبتنی بر حقوق بین الملل، یک موضع مبتنی بر شناخت خطرات مترتب بر یک جانبه‌گرایی و قلدرمآبی است. فرسایش فزاینده قواعد حقوق بین الملل و اصول منشور ملل متحد قطعاً به نفع اکثریت جامعه بین المللی نخواهد بود. اتفاقاتی که در کارائیب علیه ونزوئلا و ارعابی که علیه بعضی کشورهای دیگه در اون منطقه وجود داره حتما آثار و تبعاتش بر کل سامانه حقوق بین الملل و منشور ملل متحد هست. بنابراین هیچ کشوری نمیتونه ادعا بکنه که چون فلان موضوع در فلان منطقه در حال وقوع هست ارتباطی به ما پیدا نمیکنه. ما با ونزوئلا خب رابطه مبتنی بر احترام و منافع متقابل داشتیم، رابطه دیرینه‌ای است. هر دو کشور به عنوان کشورهای در حال توسعه در جنوب جهانی منافع مشترک دارند در حفظ و حراست از حقوق بین الملل و منشور ملل متحد.